بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و نسلم علی نبیه الکریم الامین و علی آله و صحبه المنتجبین. در حول مقوله روح مدیری به اشکال مختلف متنوع بحث شد و نگاهی شاید دیگرگون به این مقوله مطرح کردید و در هر بحثی به راهی و به شیوهی در این موضوع صحبت شد، اما هرگز روح به معنای حقیقی در موضوع و بحثی نمی گنجد که معرفی حدود و اندازه و جنس و صنف آن مطرح باشد. از بعضی مسائل وقتی بحث می شود ما یک جامع و مانعی در تعاریف خودمون نسبت به اون موضوع داریم که این موضوع این است، یعنی تصدیق می کنیم که چیست. مثلا هندسه، تمام اندازه ها با نهایت دقت تعریف می شود، حد و حدود تعریف می شود، اندازه معین می شود. در قالب علوم این چنین است که در موقعی که موضوعی رو مشخص می کنیم، بحث می کنیم، اون موضوع رو مقید می کنیم در محدوده بحث خودمون و اندازه و حدودی براش قائل میشیم که بیرون از اون اندازه و حدود نیست. در هر موضوع این حدود و قید و محدود سازی امر ضروری است، یعنی یک حدی براش معین میکنیم و در اون محدوده مسئله رو محدود میسازیم و بسنده میکنیم. ولی در ارتباط با روح درست برعکسه. محدودیت ها، موضوع ها، بسندگی ها بحث می شود که روح رو در بیرون از این مقوله بیان کنیم. با این نگاه در هر موضوعی ورود پیدا بکنیم، بحث ما با این نگاه بحث سلبی خواهد شد. یعنی آن امری که میخواییم از اون بحث کنیم، این حدود و مشخصات و ثغوری که تعیین میکنیم، میگیم که بیرون از اینه، این نیست. نیست ها بیشتر به کارمون میان تا هست ها. سالبه ها بیشتر به کارمون میان در چنین بحثی تا موجبه ها. امری که حد مشخصی دارد، ما در اون امری که حد مشخصی دارد موجبه ها را داریم. میگیم که مثلا این چند متر هست، ارتفاعش چقدر است، طولش چقدر هست، عرضش چقدر هست، یعنی تا آخرین میلیمترش رو هم مشخص میکنیم، میگیم این است و جز این نیست. در این بحث ها امکان جزمیت بیشتره. اونجایی که حدود و ثغور مشخصه، میگیم که این مثلا 70 سانتی متر است، 70 سانتی متر 1 سانت است، 1 سانت و 1 میلیمتر است. بیش از این نمیتواند باشد، کمتر از این هم نیست. یعنی حد و ثغور و اندازه با قطعیت بیان می شود. اموری که در حقیقت با موجبه ها بحث می شود، اون امور می توانند قطعیت و جزمیت پذیر باشند، یعنی امور موجبی. اما امور سلبی اینطور نیست. مثلا میگیم که خدا اینجا نیست، اونجا نیست، یا نه خدا اینجا نیست و اونجا نیست. نه، یک آدم رو، یکی از افرادی که تو این جلسه در هفته پیش مثلا بوده الان نیست، هفته پیش اگر اینجا بود ما میتونستیم میگیم که فلانی اینجا هست، روی فلان صندلی
کنار فلان انسان با فلان لباس با فلان مشخصات نشسته است. میتونستیم قسم بخوریم که او فلانی اینجاست، ولی وقتی اینجا نیست دیگه نمیتونیم برای او جزمیت قائل بشیم. هر جا میتونه باشه، اینجا نیست دامنه‌اش بسیار وسیعه، اما اینجا هست محدوده. ما در موجبه ها محدودیت و حدود و ثغور جزمیت رو میتونیم اعمال کنیم، میگیم که جزمن و قطعا فلان خانم اینجا نشسته. اما این که از اینجا بیرون هست اینجا نیست، با نیست بخوایم توضیح کنیم هر جای دیگه میتونه باشه. اصلا ما نیست رو فقط میفهمیم، فقط میتونیم بگیم اینجا نیست. هیچ قطعیتی موجودیت او نمیپذیره، فقط میگیم اینجا نیست، قطعا اینجا نیست. اما اون چی که اینجا نیست چیست و هویت چیست و کجا هست قطعیت پذیر نیست. در چه شرایطی هست ما نمیتونیم با جزمیت حکم کنیم. روح هم در معرض بحث قطعیت پذیر نیست، نمیتونیم بگیم که او چیست. اما میتونیم مواردی رو در مجاورت روح، در ارتباط با روح بیان بکنیم، بعد بگیم که اینطوری نیست. مثلا از جمله اونها که امروز میتونیم بحث بکنیم مراتب هستی ها هست. انسان یک روز کوچکه، یک روز نوجوان، یک روز میان سال، یک روز پیره، همه اینها هستن. انسان یک روز جاهل، یک روز عالم، یک روز ثروتمند، یک روز فقیره، همه اینها مراتبی داره. در مسئولیت های اجتماعی متفاوت انسان وقع دارد، موقعیت دارد. یک روز انسان پادوه، یک روز انسان سرکارگر، یک روز انسان رئیس، یک روز انسان مرتبه بالاتری دارد، رهبر یک جامعه است. اینا مراتبی هستند که در امر موجبی این مراتب تعیین می شود. در روح هم همینطوره. یعنی شما از تمام مؤلفه های فیزیکی مراتبی رو در نظر بگیرید، مدارجی رو در نظر بگیرید که مرتبه به مرتبه تا برسد به حوزه روان، و روان رو بالاترین مرتبه مراتب جسمانی قلمداد بکنید. میگید که جسم در مراتب و مدارج به رقتی میرسد که رقیق‌ترین نقشش میشود روان. از این زاویه روان هم جسم است، اما رقیق‌ترین و زلال‌ترین نقش جسم که او را نمیتونیم در حقیقت در قالب فیزیک اندازه گیری کنیم، یعنی در حدود ثغور فیزیکی در نمیاد. رقیق‌ترین نقش جسمانی است. به همین خاطر از آلام جسمانی روان تأثیر میپذیره. یعنی تن وقتی آزرده میشه روان آزرده میشه. انسان وقتی بیخوابه روان آزرده میشه. انسان وقتی امری رو میبیند، مشاهده میکند که امر ناپسندی، روان آزرده میشه. انسان اگر تصادف میکنه، حادثه‌ای به حادثه‌ای دچار میشه، حادثه‌ای پیش میاد، همونطور که پای آدم مثلا میشکنه، دست آدم میشکنه، روانش هم آزرده میشه. بیمار میشه، آزردگی روان پیدا میکنه، افسردگی پیدا میکنه. ما با این نگاه روان را هم نوعی جسم میدونیم، اما رقیق ترین نقشی که اون جسم در اثر رقت قابل حد و حدود نیست. حتی بعضی ها میگن که حتی میتونن از روان عکس برداری کنن. من خودم نمیدونم این چه اندازه درسته، ولی خیلی ها میگن که چنین چیزی امکان پذیر هست، که البته این رو من روان نمیدونم، بلکه هر موجودی حرارتی رو در پیرامون خودش به خصوص انسان ایجاد میکنه که اون حرارت با وسایل دقیق قابل درک ثبته. یعنی هر جسمی در پیرامون خود یک فضایی رو اشغال میکنه که بیش از اندازه فیزیکی قابل اندازه گیری است. ما اگر یک قدی داریم که میگیم مثلا قد ما 1 متر و فلان این مقدار سانتی متر هست، یک وجه بالاترش هم این جسم در حقیقت حالتی رو ایجاد میکنه که اون رو ما با چشم نمیبینیم، ولی با ابزارهایی میتوان اون رو هم درک کرد.
حرارتی هست که این حرارت گاهی قابل لمسه. شما مثلا در یک شرایطی که سرد هست هوا، در اون شرایط سرد چشماتون بسته است و هیچ چیزی رو نمیبینید، هیچ صدایی هم در یه جایی نیست، آرام آرام خودتون رو در سرمای شدید به جایی نزدیک میکنید، به یه آدمی مثلا یک مقدار مونده احساس میکنید که گرمایی وجود داره. حالا این گرما غیر از حس حرارت قابل رؤیت هم باشه به نوعی، یعنی حالتی از اون شرایط گرمایش مثلا در قالب بخار دیده بشه و در شکل‌های دیگه دیده بشه، با وسایل و ابزارهای قابل رؤیت باشه، قابل عکس گیری باشه. خب این امکان هست، این اصلا هیچ امر غیر در حقیقت واقعی نیست، این واقعیته. روان این نیست، این هم در حقیقت همین هم جسمه، ولی جسم رقیق، یعنی در اثر رقت قابل همیشه با جسم ما یک فضای، یک حاله وجود داره که با ما همیشه هست. این هم جسم ماست، ولی این جسم پوست نیست، گوشت نیست، ولی همیشه در حقیقت از این جسمه، ولی رقت داره. در اثر رقت هیچ وقت نمی شود او رو گرفت، نمی شود او رو آزمود، ولی با ابزارهایی تونستن از اون مثلا عکس بگیرن، اون رو ثبت کنن. روان هم همینطوره، ولی هیچ وقت ابزارهایی پیدا نشده است که از روان عکسی بگیره، ولی متوجه شدن که روان در مراتب جسمانی یک مرتبه است که شاید عالی ترین مرتبه جسم باشه، که در این عالی ترین مرتبه بودن رقیق ترین و زلال ترین مرتبه‌ای که هرگز او را نمی شود تصرف کرد، ولی از تأثیر جسم کاملا مشخص میشه. همونطوری که چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، روان هم همینطوره. یعنی این چشم ما درد میکنه، نه تنها این چشم ما و سایر اعضای ما در درد اون چشم دخیل هستند و تأثیر پذیر هستند، روان هم تأثیر پذیر. هر ناراحتی در جسم ما پیدا میشه، یک قسمتش هم مربوط میشه به اون حسه و به اون سهم از جسم که ما بهش روان میگیم. یعنی عالی ترین نقش جسم که حالت فیزیکی مشخص معین سلد و سخت نداره. اما آنجایی که سخن از روح هست، ما قبلا گفتیم که روح از عالم امره. عالم امر چه عالمیه؟ اونجایی که مراتب و مدارج به او ارتباط برقرار نمی‌کنه. یعنی چنان نیست که بگیم که اول ناخن، بعد زانو، بعد نمیدونم صورت، بعد مغز، بعد روان، بعد روح. نه، در این مسیر، در این اعداد ترتیب بندی و طبقه بندی روح قرار ندارد. در مسیر مراتب جسمانی و روانی روح نیست. عالم امر اینه، یعنی اون در ما تأثیر داره ولی ما در روح اصلا تأثیر نداریم. آدم نمیتونه نه روحش رو پریشان کنه، نمیتونه روحش رو آرام کنه. وقتی روح در وجود انسان معنای خودش رو پیدا کرد، جسم نمیتونه روح را آزار بده. جسم در روح اثری نخواهد داشت، ولی انسان میتواند در حوزه جسم بکوشد، تلاش بکند که به عالم روح انسان انتقال بشود، راه پیدا بکند. وقتی به عالم روح انسان انتقال پیدا کرد، این آدم دیگه هرگز تنزل پیدا نمی کنه، در حالی که از روان به جسم، از جسم به روان هم تعالی وجود داره، هم تنزل وجود داره. انسان مدام از مرتبه روانی به حالت جسمانی تنزل پیدا میکنه. میبینین که روان وقتی تجسد پیدا میکنه، در مقام تجسد این روان افسردگی پیدا میکنه، یعنی مرتبهش اومده پایین تر، سنگینی احساس میکنه. روان پریشان یا سنگین داریم، خسته داریم، برای اینکه از اون نقش بلند خودش پایین افتاده، تنزل پیدا کرده به حالت جسمانی. یا نقش جسمانی انسان بعضی موقع به قدری تعالی پیدا میکنه که انسان احساس میکنه که سبک شده، از شدت یا از نهایت
روان بودن، صاف بودن، زلال بودن احساس میکنه که همه وجودش زلال صافه، روان محض، اصلا جسم نداره. بعضی موقع احساس میکنه جسم نداره. در خواب غالبا این مورد رو احساس میکنیم که همه جا هستیم در خواب، یعنی در شهرهای مختلف در آن واحد میتونیم باشیم، در جاهای مختلف سیر میکنیم، یعنی سبک هستیم. اونجا تعالی پیدا کردیم به عالم روان که در خواب بیشتر اتفاق میفته، در خلسه ها بیشتر اتفاق میفته. در خلسه ها انسان غالبا حالت روانی دارد، نه روانی به معنای بیمار، بلکه شأن روان، و در خواب هم همینطور. ولی اینها به روح ارتباطی ندارند. انسان وقتی شأن روحانی رو تصرف میگه، ورود پیدا میکنه به شأن روحانی، اونجا دیگه به جسم تنزل پیدا نمیکنه. لذا در روح افسردگی بی معناست. افسردگی، غم روح رو درک نمیکنه. روح اگر انسان جنایتکار هم باشه، روح از این جنایت انسان تأثیر نمیپذیره، چون در مقام جنایت هنوز روح شکل نگرفته، یعنی انسان شأن روحانی پیدا نکرده. انسان وقتی شأن روحانی پیدا میکنه که دیگه از این موارد کاملا خلاص شده. یعنی شأن او اگر آدمم بکشه، آدم کشتن او این آدم کشتن اون خضر است که به هر حال اون پیامبر میگه که چرا اون آدم رو کشتی؟ میگه خب تو برو، تو نمیفهمی این رو من چرا آدم کشتم. اونجا مرگ یک انسان هم در شرایطی است که با اون انسان جنایتکار متفاوته. اونجا هم او تعالی پیدا میکنه، یعنی هر کاری بکند، هر نقشی ایفا بکند، اون شأن متعالی روحه. در روح چیزی به نام دلسوزی وجود نداره، ترحم وجود نداره و جنایت وجود نداره، پستی وجود نداره. نه خوبی وجود داره در روح، نه بدی وجود داره در روح. خوبی و بدی از روان به پایین تره. در دست انسان بدی و خوبی هست، در روان انسان بدی و خوبی هست. ازداد در این حوزه معنی پیدا میکنن. ولی وقتی انسان به منزلت روحانی انتقال پیدا کرد، هیچ امری ضد نیست، چون روحانیت، نقش روحانی انسان به ماورای چون ازداد در مراتبه. مثلا تاریکی در یک مرتبه است، نور در مرتبه دیگری است. بدی یک مرتبه است، خوبی در یک مرتبه دیگری است. روح خلاصی از مراتبه، در عالم امره. در عالم امر مراتب وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم که روح فلانی از روح فلانی بالاتر، روح فلانی از روح فلانی پایین تره. انسان وقتی به روح رسید، همه جای روح یکیست. مثلا اون قسمت از دریا رسیدید شما که ساحل دریاست، از اونجا پاتونو گذاشتید توی دریا، با وسط دریا یکیه، چون همه اینها در حقیقت یک وسعتی است، یک دریاست. یعنی اون قسمت از دریا که به ساحل میرسد و اون قسمت از دریا که وسط دریاست، همه اینا یکیه. شما وقتی به روح متصل شدید، از هر کجا وارد عالم روح شدید فرقی نمیکنه. عالم امره. در عالم امر اختیار معنا ندارد. عالم امر در این حال عالم جبرم هست. اما کدام جبر؟ جبری که اون جبر در اثر وسعت جایی برای اختیار نمیگذارد. اختیار اون جایی معنا دارد که وسعت نیست. وسعت وقتی بی نهایت شد، دیگه در بی نهایت که انتخاب نمیشه کرد. بی نهایت رو انتخاب، در بی نهایت انتخاب معنا نداره. در حدود صغور انتخاب. مثلا خونه های کوچیک کوچیکی مثل خونه هایی که ماها زندگی میکنیم حد اندازه مشخصی داره، دیوار مشخصی، سقف مشخصی داره، ما میگیم که کدومش انتخاب بکنیم. اختیار اینجا به ما کمک میکنه که میگیم این خونه رو انتخاب کنیم بهتر از این که اون خونه رو انتخاب کنیم. اما اگر همه عالم بشود یک خونه، اونجا دیگه انتخاب معنا نداره. یعنی دیگه دویی وجود نداشته باشه، مطلق نه مقید. از مقید که گذشتیم، اختیار بی معناست. داستانی در در عطار هست تحت عنوان همون شیخ صنعان، از حکایت‌های بسیار پرمعنی و نغز معروف عطار هست. این حکایت یک جا نکته دقیقی رو، همه جا
به انواع مختلف دقیقاً. یک جا نکته ظریف و قابل تنبهی رو مطرح میکنه که میگه مریدان شیخ که با او همراه بودن، شیخ صنعان، دیدن که این شیخ به کفر گراییده، زنار بسته، مصحف آتش زده، قرآن آتش زده و اون دخترک ترسا هر کاری میکنه این شیخ مرید مطلق اون دختر شده، او را به خوکبانی که پسترین شغل کشیده. همه اینها رو در او میبینن، نهایتا میخوان این تکلیفشون رو بدونن، بگن که خب دیگه معنا نداره ما مرید تو باشیم، تو مرید تو هستیم، ولی اینجوری که تو اصلا ما رو درک نمی کنی. ما هم ناراحت نیستیم که تو ما رو درک نمی کنی، ناراحت از این هستیم که تو تنهایی، از این که ما مورد بی توجهی قرار گرفتیم. این ما را ناراحت نمی کند. ما از این ناراحتیم که ما نمیتونیم برای تو هیچ کمکی بکنیم که یار تو باشیم، تو اصلا ما رو نمیبینی. حالا که شما تو ما را نمیبینی، وجود ما برای شما هیچ خیری به حساب نمیاد، یار تو نمیتونیم به حساب بیایم، اینطوری نمیدونیم بلا تکلیفیم، تکلیف ما رو روشن کن. یا به ما بگو ما هم زنار بپوشیم، قبله رسوایی باشیم، یا به ما امر کن که ما برگردیم به همون مکه که بودیم، اونجا دوباره به اعتکاف بنشیم. هرچی تو بفرمایی ما همون رو انجام میدیم. این شیخ میگه که زود برید، زود برگردید. بعد میگه که شما آزادید، ولی میدونید چرا آزادید؟ برای این آزادید که کارتون نیفتاده، کار افتاده نیستید. میگه من اینجا کار افتاده شدم، من دیگه آزاد نیستم و خوشبختم که آزاد نیستم، ولی شما هنوز به این کار افتادگی نرسیدید، آزادید، میتونید بگید بمونیم یا بریم. پس آزادید که میتونید یکی از این دو راه رو انتخاب کنید، یا ماندن یا رفتن. همین که دو طریق برای شما وجود داره، یا این یا آن، اینجا انسان آزاده، یعنی اختیار داره. اختیار انسان رو بر سر دو راهی مختار قرار میده که یکی از این دو راه رو انسان خودش انتخاب کنه. بعد حد نهایت اینه که بگیم که خب ما اختیار میکنیم، ولی میگیم شما بفرمایید که شما بگید ما اون رو اطاعت میکنیم، یا بریم یا بمونیم. میگیم میدونید شما چرا آزادید؟ آزادی شما عقب ماندگی شماست، یعنی نرسیدگی شماست. وقتی رسیدید به اون جایی که باید برسید، دو راه وجود نداره. مثلا شما میخواهید به یک مقصدی برسید، راه درازی در پیش دارید، منزل به منزل پیش میرید، برید برسید به اون مقصد مشخصی که از پیش برای اونجا سفر خودتون را آغاز کرده اید. بعد موقعی که حرکت میکنید در هر جایی به دو راهی هایی میرسید، سه راهی هایی میرسید. اونجا یه مدت تردید میکنید کدوم یک راه رو برم به مقصد میرسم، این کجا میره، این راه کجا میره، من کدوم یک از این راه ها رو برم. اونجا شروع میکنید به تفحص، تحقیق که کدام راه رو برید. به هر حال یا اشتباه میکنید یا درست میرید. اما اگر به مقصد رسیدید، وقتی مقصد رسید انتخاب معنا نداره که، انتخابتون تمام میشه. انتخاب راه اونجایی است که شما هنوز به مقصد نرسیدید، راهها متفرق میشه، راهها در حقیقت چند گون میشه، هر کدوم از این راهها هم دلایلی رو ارائه میدهن که از طرف ما بری، از طریق ما حرکت کنی بهتره، یعنی فریبنده هستن. انسان اونجاها اختیار لازم داره، اونجاها هوش لازم داره، اونجاها دقت لازم داره که کدوم یکی از این راه ها رو بره. هوش یکی از ضرورت هایی است که انسان در راه به این هوش احتیاج داره. ولی وقتی شما به خوابگاه رسیدید، افتادید به خوابید، هوش میخواید چیکار کنید؟ هوش از سرتون بپره بهتره. فقط موقع خواب هر چه هوشیار باشید خوابتون مشکل پیدا میکنه. ما ها مثلا مشکل داریم برای اینکه به قدری کار داریم که این کارها لازم میاره که در موقع خواب هم ما از هوشیاری هامون استفاده کنیم. در مجاورت خواب وقتی هوشیاری ها به سراغ انسان میاد، خوابی که یک ضرورت دچار اختلال میشه. ولی اون آدمی که میدونی کارش چیه، مثلا کارمند یک جاست، از فلان ساعت تا فلان ساعت کار مشخصی داره، بدون هیچ کم و کاست این ساعت رو این پر میکنه. بعد این آدم اگر اومد
خوابید اگر کار جزون نداشته باشه، مسائل دیگری برای تحمیل نباشه، این آدم راحت میخواد، برای اینکه هیچ هوشیاری لازم نداره. ولی بعضی هوشیاری ها مزاحم خواب آدم هستن. چه خوبی که انسان موقع خواب هوشیاری ها رو بتونه در بیرون اون پتویی که سرش میکشه، نمیدونم تختی که روش میخوابه، بیرون اون اتاقی که میخواد در اون اتاق باشه، هوشیاری رو بذاره بیرون. الان مثلا موبایل ها یه نوع هوشیاری ان، آدم ها وقتی با خودشون برن مدت ها میبینی که در موقع خواب هم این داره باش یه جوری ور میره. این هوشیاری رو آدم بذاره بیرون. کسی که واقعا میخواد بخوابه باید این موبایل رو نبره با خودش اونجایی که میخواد بخوابه، چون این از جنس هوشیاری. چندین و چند آدم اونجا لیست شدن که بعضی با آدم کار دارن، یادمون رفته با بعضی کار داریم، یه سفارشی شده. اینها همشون وقت با دیدن این در تداعی های ایجاد میکنن که هوشیاری ها رو بر انسان الزام میکنن. پس بنابراین وقتی هوشیاری هست انتخاب هست. انتخاب وقتی پیش میاد اختیار جنب جوش میکنه، آرامش رو از آدم میگیره. پس انسان وقتی رسید به اون جایی که هیچ گونه هوشیاری احتیاج ندارد، اختیار معنا نداره، انتخاب معنا نداره، اونجا انسان آرام میخواد. مرگ هم همینطوره. مرگ هم بالای هوشیاری است، آن سوی هوشیاری است. آدم ها تا به هوشیاری احتیاج دارن نمیمیرن، یعنی نمیتونن بمیرن، سختشون مردن، از مرگ میهراسن، میگم فلان کارم نکردم، فلان امرم جا مونده، فلان کار چی میشود، بعدن چی خواهد شد. همه این از جنس هوشیاری. وقتی انسان به هوشیاری های زیاد به عنوان وسیله راه، ابزار احتیاج داره، مرگ بسیار سخت میشه. در حالی که آدم وقتی خوابید، شما وقتی که میخوابید، دیگران در بیرون از حوزه خواب شما چی کار میکنن؟ شما مشکلی دارید با اونها؟ شما خوابید، هیچی هم حالتون نیست موقع خواب، هیچ هوشی با شما همراه نیست، خواب هستید، بیرون غیبت شما رو بکنن. بیرون از خواب شما هزار کار دیگه میکنن. تا شما تو خوابید مشکلی نیست، بیدار میشید مشکل پیدا میشه. اما اگر هیچ وقت بیدار نشید چه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. مرگ هم همین. گویند که مرگ طرفه خوابی است، آن خواب گران ربود ما را. اون خواب گرانی که آمد ما را ربود، بیرون از خواب ما هر کاری میخوام بکنن. ما موقع خواب مگه قصه داریم؟ موقع خواب مگه درد ما را میگیره؟ ما خوابیم دیگه. هوشیاری احتیاج نداریم. وقتی که انسان هوشیاره درد داره. وقتی هوشیاره بسیاری موارد در زندگی انسان در قالب دغدغه‌ها، وسواس‌ها و سایر امور مشغول دارنده انسان رو به آشوب میکشه. وقتی انسان از این منطقه گذشت دیگه هیچ گونه دغدغه‌ای نداره. روح دغدغه نمیشناسه، روح آشوب نداره، روح وسواس نداره، روح هوشیاری هم نداره. هوشیاری در حوزه روح، روان و جسم. انسان با روان و جسمش هوشیاره. روح هوشیاری نداره، بالای هوشیاری است، برای اینکه نیازی به هوشیاری نداره. مثلا شما الان ماشین دارید میایید اینجا، یه زمان اسب و استر داشتید میرفتید. نسل‌های قدیم شما اسب و استر داشتن به جایی میرفتن، ابزار بودن اسب و استر که انسان ها به جایی میرفتن. الان هم ماشین به جای اون ابزاری است که انسان به جایی. حالا به فرض ما به حالتی برسیم، به جایی برسیم که اصلا برای رفتن به این ور اون ور هیچ احتیاج نداشته باشیم، اراده کنیم. به فرض اراده ما رو منتقل بکنه، جا به جا بکنه، حمل و نقل ما به اراده باشد. در این صورت دیگه مثلا نامرسانی های قدیم افرادی رو انتخاب میکردن، استخدام میکردن نامه رو از جایی به جایی دیگه ببره. من فکر کنم الان این مسائل خیلی کم شده دیگه. مثلا در سر هر کوچه یه پست بود شما میفرستید، ولی الان خب ایمیل میکنید، الان از طریق اینترنت این کار رو میکنید دیگه. اون ابزارهایی که لازم بود اون ابزارها لازم نیست. همه اموری که از جنس هوشیاری است این هاست. ما نیاز پیدا نمیکنیم. میگیم خب هوشیاری نباشه که خیلی بده. نه، بد نیست. بد زمانی است که ما بهش احتیاج داریم. هر امری که احتیاج داشته باشیم نباشه بله بده. ما ماشین نداشته باشیم بده، چون احتیاج بهش داریم. اسب و استر یه زمان، الان اسب و استر نداشته باشیم اصلا بد نیست،
چون بهش احتیاج نداریم. یک زمان در هر خانه اگر یک اسب و استر نبود اون بیچاره میشه، بعد میرفت التماس اون دیگری رو میکرد که آقا اسب تو بده، من میخوام برم یه جایی. میگم مولانا نصرالدین گفتن که اسب تو بده، ما میخوایم جایی بریم. گفت که نه اسب نمیتونم، اسب من سیاهه. گفتن آقا این اسب سیاهه که چه فرقی میکنه، ما که نمیخوایم جمالش نگاه کنیم. گفت برای ندادن همین بهانه کافیه. به هر حال انسان احتیاجاتی داشته که ابزارها انسان رو به این احتیاجات میکشون. ولی اگر انسان از این منطقه بگذرد دیگه اونها خود به خود منتفی میشن. هوش هم همینطوره، هوش هم مثل اسب و استره. وقتی ما از این منطقه گذشتیم چیزی سواری مرکبی به نام هوش رو احتیاج نداریم. بس ما از سر ضرورت هوشیاریم، باید با آدم‌ها رو ببینیم بهشون بر نخوریم، زیر پامون رو ببینیم، هوشیار باشیم که چاله نیفتیم، نمیدونم هوشیار باشیم که معیشت کنیم، که این هوشیاری ببین چقدر نیاز داریم. ما هوشیار باشیم که کتاب رو بخونیم، که با خوندن کتاب دوباره هوشیاریمون رو بیشتر بکنیم، چه بکنیم. اما در بعضی جاها هوشیاریمون از حد زندگیمون بالاتر میره، ضرر میرسون. یعنی یه جاهایی هست که هوشیاری‌ها از اعتدال فراتر میرن، انسان دچار آشوب میشه، مثل جادو جنبر. بعضی مسائلی که هوشیاری‌های خاصی رو بالا میبره، انسان میخونه قلب دیگران رو، درون دیگران رو، ضمیر دیگران رو. این هوشیاری اصلا خوب نیست که آدم بتونه اسرار دیگران رو بخونه. همونجا انسان باید اعتدال ایجاد بکنه، کنترل کنه، هوشیاریشو نذاره از حد اعتدال فراتر بره. اگر شما میتونید با یه ابزاری بفهمید که تو خونه همسایتون چی میگذره، هوشیاریتون رو بالا ببرید تا بتونید با وسایل ابزاری خبرداریتون از همسایه خیلی خیلی بالا بره، بهتره که این کار رو نکنید. یعنی هوشیاریتون رو بیارید پایین تا نفهمید تو خونه همسایه چی میگذره. پس بنابراین یه جاهایی ما هوشیاری هامون رو کم میکنیم و حتی بعضی جاها هوشیاری ها ضد شرافته. من میفهمم که فلان کار ناشایست رو بدون اینکه کسی بفهمه انجام داد، ولی من فهمیدم. این اصلا هوشیاری است، ولی خلاف منزلت آدمی است که این انسان اینقدر به ریزکاری های دیگران میتواند هوش به کار ببرد و هوشش دقیق باشد و بفهمه. بعضی اصلا بعضی موقع هوش خودشون رو انکار میکنن. اون حاتم اصم بود، یکی از عارفانی که شیخ عطار در تذکرة الاولیا نامش را آورده. اصم به معنای کر و صفت خوب او کری بود. هیچ وقت آدم رو به کری متصف نمی کنن که این افتخارش کری بود. چرا کر بود؟ میگه یه زمانی تو بقالی که این فروشنده چیزی بوده، بعد اون زنی اومده اونجا موقعی که خم شده، یه صدایی بلند شده، این مرده شنیده و این زنه روش زرد شده، سفید شده، خجالت مرده، نمیدونه چه کار باید بکنه. بعد این گفته چیه؟ بعد این متوجه شده که این کره. بعد 2 بار 3 بار گفته من فلان چیز رو میخوام. گفت خب بلندتر بگو، مگه نمیبینی من کرم؟ نمیشنوم، گوشم سنگی. بعد از اون تا آخر عمرم این کر مونده. یعنی هرگز به هیچ کس نشان نداده که میشنوه و هیچ وقت به هر حال اون شرم نشکند. خب این هوشیاریشو خودش انکار میکنه، حتی به منظور یک منزلت انسانی، اخلاق، شرافت، ارجمندی. میخواد بگه که من اصلا نشنیدم، ندیدم. چه خوبی که انسان هوشیاری ها رو کنترل کنه. پس هوشیاری ابزاری است که ضرورت داره، ولی آیا ضرورت داره تو بفهمی که یک زن مثلا در رفتارش رسوایی به بار آورده، یک مردی فلان جا فلان کار رو کرده؟ هوشیاری تو به این احتیاج داره. تو باید بدونی که دیگران تو خونه‌شون چیکار میکنن. این ابزار ضرورته. ما ضرورت ها رو که نباید در همه جا به کار بگیریم. اون جایی که جای ضرورته همون اندازه باید هوشیار باشیم. ما همه جا رو نباید. شما اینجا نشستید باید سرک بکشید همه جای این خونه رو زیر و زبرش رو بدونید، بعد رفتید بیرون 1000 تا حرف بزنید که اصلا مربوط به حضور ما نبوده. نه، ما اینجا میایم جایی میشینیم که به اجتماع ما، به موضوع آمدن ما ارتباط داره. بیش از اون هر چیزی که وجود داشته باشه ما اصلا نمیبینیم. این شرافتی که نمیبینیم،
گیجی نیست، خنگی نیست. حالا یکی بگه آقا تو خنگ بودی فلان چیزی ندیدی. نه، من اصلا احتیاج نداشتم فلان چیزی رو ببینم. هوشیاری من اون رو به عنوان یک امر نیاز نداشته ببینیم. در آدم ها، دوستانمون، ارتباط هامون همینطور. ما از آدم ها اون مقدار میدونیم که به بودن ما با او در حقیقت کمک میکنه، دوستیمون رو قوام میبخشه. حالا میگن فلانی در فلان جا فلان کار بد رو کرده، این آیا جز ضرورت ما بدونیم؟ نه، اصلا هوشیاری ما نباید به اون مسائل ارتباط برقرار بکنه. این خلاف شأن. بس خیلی جاها کنترل هوش، پایین آوردن هوش، محدود ساختن هوش شرافت. اما وقتی به عالم روح میرسیم، روح چنین نیست. روح ابزار نیست، روح امره، یعنی خودش معناست. هوشیاری وسیله است، اما روح وسیله نیست. روح خود همه چیز است. به همین خاطر برای ایفای شأن خود هم به ابزار احتیاج نداره. به ابزار احتیاج نداره. اگر در قالب بدن ما، در کالبد ما این روح شأنی رو ایفا می کند، این ایفای شأن بعضی موقع اتفاق می افتد. یعنی جسم ما همیشه روحانی نیست. من در جلسات پیش گفتم که اون جایی که روح در قالب جسد شأنی رو ایفا می کند، این تعلق روح به جسد رو نیت تأمین می کنه. یعنی ما اون تعلق روح به جسد رو در قالب نیت مشاهده می کنیم. میگیم که نیت آمد و وجود ما سر تا سر دیگر شد. انسان یک دیگرگونی عجیبی میبیند که در اون دیگرگونی نگی انسان نه جهنم میشناسه، نه بهشت میشناسه، نه خوب میشناسه. بعضی موقع این حالتهای روحانی برای بعضی انسانها دست میده. در اون حالت انسانها بگن که میبرن به جهنم، میگه به جهنم، که به جهنم میبرن به بهشت، باز فرقی نمیکنه. انسان رو میخوان بکشن، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی هیچ کدوم از شقوقی که انسان در حالت عادی به اون شقوق توجه دارد، التفات دارد، اونجا به اونها ملتفت نیست. هیچ گونه التفاتی تحقق پیدا نمیکنه. اون حالت روحانی. در حوزه روان اینجور نیست. در روان پسندیدن و نپسندیدن، مطلوبیت و نامطلوبیت، همه اینها در حوزه روان تقسیم بندی شده است. بعضی امور مطلوب روان هست، بعضی امور مطلوب روان نیست. اما وقتی شأن روح پیدا شد، چیزی به عنوان پسندیدگی و ناپسندیدگی معنا نداره. حالتی که ما در تعلق روح بر کالبدمون پیدا میکنیم، اون حالت بهته، حالت حیرته، حالت خلسه است، نمیدونیم چیه. اون حالت توصیف نداره. بنابراین آدم هایی هستن که بعضی حالاتشون رو هرگز نتونستن در عمرشون توصیف کنن. اون حالت روحانی بود. حالت روحانی وصف نمیپذیره، تعریف نمیپذیره. هرگاه در حوزه روح ما تعریف و توصیفی رو ارائه میدیم، ما از تعریف و توصیف میخوایم بگیم که ورای این تعریف و توصیف روحه، مجاور این تعریف و توصیف روحه. این که توصیف کردیم نیست، این علائم میشه. این بعضی آثاری است که از او باقی مونده. مثلا یک برقی از اینجا میگذره، ما برق رو در اثر سرعت درک نمی کنیم، اما میبینیم که بعضی جاها رو سوزونده، بعضی جاها رو اثر گذاشته، آثار مختلفی اون برق، رعد، اثرات گذاشته که ما در اثر سرعت خودش ندیدیم ولی اثراتش دیدیم. در اثر رقت بعضی چیزا رو ما نمیبینیم ولی اثراتش رو میبینیم. پس بنابراین تجربه انسان از روح بعضاً آن مواقعی است که اون حالت روحانی افاضتاً، بعضی موقع اصلا بدون استحقاق هم اون روح بر ما میگذرد. یعنی بدون اینکه ما به منزلت روحانی متعالی راه پیدا بکنیم، روح گاهی سرکی میکشد بر کالبد و جسد ما رو یک بار در بعضی حالتها تحت اشراف احاطه خودش قرار میده. اون حالت ما توصیف نداره. هر توصیفی بکنیم متوجه میشیم که بیراه رفته ایم، چون
توصیف ها از تأثیراتی که ما در زندگی میگذاریم و میپذیریم، توصیف ها از اونجاها شکل میگیره. بگیم سرد بود. سرد بود یعنی چی؟ یعنی چیزی در ما اثر گذاشته. گرم بود، در ما اثر گذاشته. نورانی بود، اثر گذاشته. نرم بود، ما در او اثر گذاشتیم. ما گاهی تأثیر میذاریم، گاهی تأثیر میپذیریم. از این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ما در حقیقت توصیف را ارائه میدیم. وقتی میگیم یک چیز خیلی نرم بود، گرم بود، سرد بود، درشت بود، روشن بود، تاریک بود، معلومه که تأثیری در مواجهه ما با اون مسائل مطرح شده که توصیف رقم میخوره. اما در روحانیت هیچ کدوم از این تأثیرها وجود نداره. بنابراین وقتی روح آمد و رفت، زبان ما لاله، ولی اون حالت رو در درون خودمون داریم. هرچی با بیان که چی بود ما نمیتونیم توصیف کنیم، چون تأثیر وجود نداشته. روح در عالم امر است. در عالم امر نه تأثیر هست نه تأثیر هست. چیزی از ما به اونها اضافه نمیشه، چیزی از اونجا به ما اضافه نمیشه. اگر انسان در حقیقت از دنیای هوشیاری، دنیای تأثیر و تأثیر، از همه اینها عبور کرد و عدول کرد و جایی رو پیدا کرد که اونجا عالم روحانی است، اونجا چون و چندها و هویت‌ها و تأثیرها و تأثیرها بی‌معنا خواهد شد. حالا شاید ما بگیم که خب اون وقت دیگه چی میشه؟ هیچ کدوم از اینها نبود، ما که با اینها زندگی میکنیم. نه سرد باشه، نه گرم باشه، نه تأثیر باشه، نه تأثیرگذاری، نه تأثیرپذیری، چی میشود؟ چون بود آن کس که از چونی رهید، مولانا میگه در حیاتستان بیچونی رسید. انسان از چونی فراتر رفت، چون خواهد شد. میگه خب اونجا اصلا خواسته معنا نداره. ببین الان ما با خواسته زنده ایم. میگیم که من الان میخوام فلان رنگ رو ببینم، فلان تصویر رو مشاهده کنم، من الان میخوام فلان غذا رو بخورم، میخوام فلان جا سفر کنم، میخواهم. این کلمه میخواهم با مصادیق خودش، با تمام قلمرو خودش یک ضرورته که اگر این میخواهم را از ما بگیرن ما میمیریم. اصلا من میخواهم بخوابم، میخواهم برخیزم، میخواهم ارتباط برقرار کنم، میخواهم سفر کنم، انواع اموری که با میخواهم اونها معنا پیدا میکنن. ولی مثلا طفلی که در شکم مادره، در رحم مادره، غذای او با میخواهم تأمین نمیشه، متصل به ارضا، یعنی از طریق رگهایی به مادر متصل، غذاش متصل، یعنی طوری نیست که اون گرسنه بشه بعد بهش غذا بدن، به غذا متصله، به رغبت ها هم متصله، به امیال هم متصله. اصلا میل پیدا نمی کنه، طلب پیدا نمی کنه، خواستن پیدا نمی کنه. وقتی که این شریان ها رو بریدن، این طفل به دنیا آمد، اون موقع غذا رو میخواد. قبل از اون غذا رو نمیخواد، چون به غذا چسبیده بود. بعد از اون همه چیز رو میخواهد. خواستن در اثر این پیدا میشود که این از اتصال بریده. میگیم خب این خواستن ارزشه، این اگر به اتصال، به امری، به ارضایی متصل بود، اون موقع اصلا خواستن ارزش نبود، چون نیازی به خواسته نبود. حالا که از این جنین، نقش جنینی بیرون آمده، اون رگها بریده شده، این باید غذا رو بطلبد بعد به دهانش برسه، در این صورت خواستن ضرورته. و ضرورت همیشه یک مفهوم ضروری صرف را دارد، یا میتواند خواستنها با ذوق در آمیزد. ما دیدیم که نه، خواستنها با ذوق در آمیختن. وقتی چیزی رو که میخواییم دوستش هم داریم، چیزی که میخواییم بهش علاقه هم داریم، رغبت هم داریم. مثلا مرد و زنی که همدیگر رو میخواهند رغبت هم دارن، ضرورت نیست. نمیگن که من اون زن رو میخوام تا اینکه نسل ادامه پیدا بکنه، نه، اصلا نسل هم ادامه پیدا نکنه، اینا رغبت به همدیگی دارن. پس در ضرورت ها، دل بخواهی ها هم تعلق پیدا میکنن.
ولی اگر ضرورت به معنای حقیقی از میان برود، در اون امر ذوق هم نامفهوم خواهد شد، رغبت هم نامفهوم خواهد شد. ولی در عالم روح ضرورت وجود نداره، خواسته هم وجود نداره. پس بنابراین چی خواهیم کرد چه معنا داره؟ هیچی. آیا ما از هیچی تصویری داریم؟ نداریم. به هر حال اون کسی که به عالم روح رسید به ارضا رسیده، یعنی رضایت محض، رضایت بیخواسته. ما الان رضایت بیخواسته رو نمیشناسیم. رضایت ها رو با خواهش ها و با مطالبه ها و با فرهنگ ها میشناسیم. میگیم من این خونه رو میخوام، بعد تلاش میکنم میخرم، بس این میشه مطلوب. اما اگر نمیخواستم معنا نداشت، یعنی نه دنبالش میرفتم و نه اصلا معنایی نداشت. ما خیلی چیزا رو نمیخوایم، جزو ضرورت های ما نیست. ما خیلی چیزها رو نمیخوایم، چون نمیخوایم ذوقمون هم به اون تعلق نمیگیره. اما وقتی به عالمی رفتیم که در اون عالم خواسته اصالت نداره، خواسته اصالت نداره، برای اینکه انسان فاصله نداره که با خواسته این فاصله رو طی بکنه، راهی رو نمیخواد طی بکنه که با خواسته این راه کوتاه بشه و وسیله ها پیدا بشن. خواسته خودش ابزاره. وقتی انسان به اون شأن نائل آمد، اونجا چیزی به نام خواهش وجود نداره. من بچه‌مو دوست دارم، نه اصلا اونجا بچه دوست داشتن معنا نداره، اونجا بچه معنا نداره، اونجا کسی معنا نداره. میگه خب این که زندگی خیلی بد میشه، آدم بچه‌ش دوست نداره، ازم دوست داشتن اساسا معنا نداره. خب دوست داشتن وسیله است. چون شدی بر بام‌های آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. تو نردبان رو خیلی دوست داری، میگه عاشق نردبانه. ببین الان ما پله هایی داریم که این پله ها اصلا شکوه دارن، یعنی بعضی ها دیزاین هایی وجود داره که با پله این دیزاین تکمیل میشه، در حالی که پله ضرورته. ما اگر اصلا برای بالا رفتن پله لازم نداشتیم، پله ساخته میشه، بعد اون پله یواش یواش شکلی به خودش بگیری که اصلا احساس بکنیم که لطف این خونه به این پله است که به این زیبایی اینجا ترسیم شد. ما پله های زیبایی داریم در بعضی از خانه هایی که آدم احساس میکنه که واقعا این پله اینجا را ساخته. اگر اینو بردارن این خونه مثل این که تصویر دلانگیزش دچار نقصان میشه. بعد میگیم این خونه به این زیبایی، این پله به این زیبایی برای چی ساخته شده؟ چون آدم عاجزه بالا رفتن، برای بالا رفتن نیاز داره که پاهاشو بذاره روی این پله ها، خودشو بکشه بالا. این نشانه عجز ماست این پله، ولی در قالب هنر برای ما نمایش داده میشه. بسیار اموری که از جنس عجز است ما امروز هنر میبینیم. مثلا سرو خرامان، آدمی که با قد بلندش، با تراشیدگی پاهاش راه میره، این پاهاش که جلو میذاری، این راه رفتن، این همه توصیف عجیب دلانگیز شاعرانه شده در ادبیات غنایی ما. این چیه؟ برای اینکه این خانم ضرورت داره از اینجا بلند شه، پاهاشو بذاره جلو، راه بره، خودشو برسونه به یه جایی. این ضرورته. اما اگر این به اراده میرفت، اصلا یعنی خود به خود هر جا که میخواست اونجا میبود، این پاها به عنوان ابزار و وسیله آفریده نمیشدن، پیدا نمیشدن که این برای کشیدن خودش از اینجا تا آشپزخانه باید بلند شه، پاهاش یکی یکی بذاره جلو. اینا عجز ماست، چون نمیتونیم همینجا که نشستیم یه دفعه تو آشپزخانه باشیم. وقتی میخوایم اونجا باشیم از این ابزارها استفاده میکنیم. بعد این ابزارهایی که ما استفاده میکنیم ما میگیم که سرو خرامان، یعنی این تبدیل میشه به یک تصویر شاعرانه دلانگیز. و این در ابزارهایی هم که میسازیم پیدا میشه. مثلا ماشین، بعضی ها این ماشین بازها چرخهای ماشینشون به اندازه قیمت ماشینشون گاهی میارزه. این چرخ ماشین یعنی ضرورتی که این ماشین حرکت کنه، ولی در حقیقت کاری میکنه که میخواد اصلا اون در حقیقت رینگ های ماشین خودش رو از
تصویری از هنری، از یک مهارتی، از صنعتی درست بکند که بسیار بسیار بالا به چشم میخوره، زیبا به چشم میخوره، در حالی که این ضرورته. اگر هواپیما در حقیقت یک هلیکوپتر بود احتیاجی نداشت بود. بس ما وسیله هایی که ابزارهایی که عجز ما را جبران میکنه و عجز ما را در این حال نشان میده که آقا تو عاجزی، اگر پا نداشته باشی عاجزی، باید اون وقت 2 تا چیز بگیری زیر دستت، از این چوب ها بگیری زیر دستت، خودت رو بکشونی تو اونجا. اینا نماینده عجز تو هم هستن. بعد اینها رو ما توصیف میکنیم. پس ابزارها یا مثلا خونه از عجز ما پیدا شده، ما نمیتونیم تو بیابان بخوابیم، میترسیم، باران میاد، سرما میاد، شرایط مختلف ما رو اذیت میکنه، ناچار شدیم که یک سقفی بالا سرمون بذاریم. این سقف یعنی عاجزیم از اینکه در یک فضای باز باشیم، ناچاریم که بپوشونیم خودمون رو در امان باشیم، میترسیم. بعد یواش یواش اینقدر زینت میدیم به این وسیله‌ای که عجز ما رو نمایش میده که میشه شکوه. پس ذوق میاد بر ضرورت اضافه میشه، ذوق ضرورت با هم در میآمیزن. لذا امروز ما علم معماری داریم. علم معماری چی معنی داره؟ یعنی آدم‌هایی که عاجزن در بیرون در یک فضای باز زندگی کنن، ناچارن برن تو قفس‌ها زندگی بکنن، این قفس‌ها رو آرایش میده. این علم معماری دیزاین میکنه. وقتی شما به عالم روح رفتید این نیازها نیست دیگه، اونجا دیزاین معنا نداره، زینت معنا نداره، قبح هم معنا نداره، چون از این طرف لطف به معنایی که ما میشناسیم معنا نداره. اونجا چونی و چگونگی جا میمونه. ما همش میخوایم سعی کنیم ببینیم که خب اگر همه اینها جامون چگونه میشود، باز چگونگی رو تحمیل میکنیم به عالمی که فوق چونی و چگونگی است. اون روح هست. در روح هویت معنا نداره. به همین خاطر روح نه زنی نه مرد. زن چرا زنه؟ چون ضرورته. مرد چرا مرده؟ چون در حالی که هر دو اینا آفریده هستن، اینا ابزارهای خلقتن. یکی زن آفریده شده، یکی مرد. وقتی به روح میرسیم نه مؤنث نه مذکر، چون ضرورت نیست که مؤنث مذکر باشه. بعد میگیم اگه ضرورته، این همه عشق برای چیست؟ میگه که عشق ذوقی است که بر ضرورت خود به خود افزوده میشه. همونطوری که روی پله هایی که از سر ضرورت ساخته میشه، ذوق معماری و دیزاین و سایر مسائلی که این همه زیبا میکنه اونها افزوده میشه. خب الان خیلی از خونه ها میتونن مثلا از این لیفت ها بذارن، به جای اینکه پله بذارن از این به طبقه پایین تا دوبلیکس هستون طبقه بالا میخوان برن، میتونن به جای پله یک آسانسور بگذارن، ولی غالبا این کار رو نمی کنن. چرا؟ خود اون دیزاین، یعنی ضرورت انقدر با ذوق در آمیخته که رفع ضرورت رو نمیپسندن دیگه. یعنی این اومده با ذوقش تصویر شده به یک اثر هنری بدیع و دلانگیز. خود از اونجا بالا رفتن بیش از اینکه ضرورتی رو در حقیقت رفع کنه، بیش از اون شکوهی رو، نقش دلانگیز، تصویر زیبایی رو اونجا ترسیم میکنه. اما در مقام روح این چنین چیزی نیست، هیچ کدوم از اینها معنا نداره. اونجا دا میگن عالم امر، اونجا جهان امره، یعنی جهان ابزار نیست، جهان وسیله نیست، جهان نیاز نیست، رفع نیاز نیست. چیست؟ اینجا اصلا چیستی وارد نمیشه. ما چی تجربه‌ای داریم؟ هیچ تجربه‌ای از اون نداریم، الا اینکه یک وقتی بر ما بگذرد، آنچنان ما رو تحت تأثیر عجیب خودش قرار بده که ما زبانمون لال بشه، چون هیچ تأثیری در اونجا معنا نداشته که ما بخوایم از اون در حقیقت چیزی لال میشیم اونجا. یعنی در تعلق روح بر کالبد انسان، آنچه که انسان از اون گزارش میدهد سکوت، بهته، هیچ چیز نیست، اما پر از رضایته، پر از رضایته. رضایت تحصیلی هم نیست. رضایت تحصیلی که ابزارها رو ما تحصیل کنیم، ما رو راضی کنیم. مثلا خونه رو
به دست بیاریم که ابزار امنیت ما و سلامت ما و رفاه ماست، این ابزار ما را راضی کنه، یعنی امری ما را راضی کرده. نه، اونجا ابزار رضایت بخش نیست. رضایت خود رضایته، محض رضایت، عین رضایت، نه تحصیل رضایت، نه وامدهی رضایت. اون عالم عالم امر است. ما اگر به این عالم امر در حقیقت راه خودمون رو بگیریم، راه ما در زندگی عادی قدم به قدم از این ابزارها بالاتر آمدنه که متاسفانه انسان‌ها هر چه زندگیشون در این دنیا توسعه پیدا میکنه ابزارجوی میشون. یعنی دامنه مثلا اگه یه زمین دارن 10 تا زمین دارن، خب اینا یه ابزار. یه خونه داشته باشن چند تا خونه دارن، یک دست لباس داشته باشن چندین دست لباس، یعنی ابزارها رو افزون میکنن. در حالی که یک دست لباس، 2 دست لباس، 10 دست لباس که ما رو کفایت میکنه، دیگه نباید از اون چی که کفایت میکنه از کفایت فراتر. وقتی در امور ضروری از کفایت فراتر رفتیم، ما رو منتشر میکنه و رهجویی ما به تعالی رو باز میداره. مثل آدمی که مثلا 100 تا دیپلم بگیره، میگه خب به جای اینکه 100 تا دیپلم بگیری، دیپلمت که گرفتی برو لیسانس بگیر. به جای اینکه 100 تا کلاس پنجم ابتدایی داشته باشی، از پنجم برو تو یه دونه هفتم و هشتم و نهم برو. میگه این همه ارز زندگی رو نباید زیاد کرد، یک خونه برات کافیه، بقیه رو در نقش دیگر، در شأن دیگر به کار بگیر. یک تعداد لباسی که چند تا لباسی که بتونی عوض بکنی، بگی که خب این مقدار، این 4 دست لباس، 2 دست لباس، 5 دست لباس دیگه، اینها کفایت میکنه. اگر من آدم تنبلی هم هستم، نمیتونم هی اتو بکشم، هی لباسم رو تطهیر بکنم، اینا خب 5 دست داشته باشم. بیش از این آدم رو در بعضی اصلا تو لباس ها گم شدن. یعنی من خانم هایی میشناسم که اینها اصلا عمرشون با لباس میگذره، یا در خیال لباس هستن، در خود لباس هستن، در تغییر لباس هستن، از این فراتر نرفته زندگیشون. یعنی در عرض تنوع لباس اینها زندگی کردن، بیش از اون دیگه چیزی رو در زندگیشون. بگید آقا بریم اونجا کلاس هست، حرف دیگه میزنیم، بیاد اینجا هم نگاه میکنه ببینید چه تعداد لباس اینجا پوشیدن و چه تنوعی در لباس ها وجود داره. بعد میاد بیرون میگه که از لباس فلان خانم، از نمیدونم مانتوی اون، روسری اون، از فلان جنس خوشم اومد. یا نه، اینا که همشون بی سلیقه ها هستن، اینجا نشستن، همچنین لباس مدی ندارن که بپوشن. یعنی او از این عرض فراتر نمیشه. مهمانی میره، انواع چیزها اونجا وجود داره، دیدنی ها، اون فقط اون رو میبینه. این در لباس یه ضرورته. در ضرورت ذوق هم پیدا میشه لباس شیک، لباس زیبا. از این فراتر نباید رفت. از این فراتر بری میشه اسیر، یعنی زندانی لباس، بیچاره لباس. بعضیا در حقیقت در امور مختلف کلکسیون درست میکنن، بعد دلشون هم نمیاد ببخشن. یعنی لباسون کهنه هم بشه، اینها رو نگه میدارن. یاد جوانیشون جوانی من تو این لباس داشتم راه میرفتم، یعنی رسول عیش میکنن. خب این اسارته. باید انسان بتونه پله پله بالا بره، یعنی ضرورت ها رو از حد ضرورت خیلی فراتر نبره، یه دونه بیشتر. حالا اگر غذا میخوای ذخیره کنی، غذای مثلا یک مدتت رو میتونی تهیه کنی، یک مقدارم بیشتر. حالا ولی بعضی ها دیگه غرق همین موارد میشن. یه زمان یه آقایی به من میگفت که من بیچاره نفت شدم. اون موقع که نفت رو تو صفها نفت میدادن، مردم وا میستادن صف نفت میگرفتن. این شخص رفته بود چندین جا نفت گرفته بود که بیشتر از حد دیگه تو خونش. گفت من ذخیره ندارم، بیچاره شدم، همش دارم میرم صف وا میستم، بعد میگیرم، بعد میام ذخیره ندارم. یعنی جایی که اینها رو ذخیره کنم، نیازم ندارم. ولی تجری پیدا کردم. یعنی تجری روح، یعنی بیچارگی روح در یه امری که آدم دیگه نمیتونه ازش ببره، احتیاجش هم نداره، نیازم نداره، ولی نمیتونه ازش ببره. این آدم رو در یک جریان ارضی، در یک جریان افقی متوقف میکنه.
مثل است که مثلا یک نفر نردبان میسازه، از پله اول نردبان که خیلی خوب پرداخته خوشش میاد، 1000 تا نردبان میسازه براش، پله اول رو فقط درست میکنه. خب شما 1000 تا نردبان داشته باشید فقط پله اول داشته باشه، بهتره یک نردبان داشته باشید که 10 تا پله داشته باشه. ما غالبا هزاران نردبان یک پله‌ای داریم و اینجاها اسیر نمیتونیم بالا بریم، بالا رو ببینیم، همیشه در همون پله اول گرفتاریم. روح اون مرتبه است که ما از این پله ها باید بریم بالا. اونجا که رسیدیم میگیم خب ما پله لازم نداریم اصلا. اون وقت میفهمیم که اون پله‌ای که ما پله اولش گرفتار بودیم اصلا اساسا لازمش نداریم، چون شدی بر بام‌های آسمان سرد باشد جستجوی نردبان. خب این مسئله باز کاویدنی است، نکات دقیق دیگری قابل تفحص و بحث هست که انشالله مجال دیگر بتونیم توصیف و توضیحی بیشتری داشته باشیم. بیشتر هست.